فرصتی دست داد و این بخت رو پیدا کردم که در روزهای 17 و 18 تیر ماه امسال مهمان دوستم آقای مهدی زنگنه باشم که مدیر مرکز آموزش 1001 شب در علی گودرزه و تونستم یک ورکشاپی رو، یک کارگاه آموزشی رو برگزار کنم که نزدیک 50-60 هنرجوی با استعداد و از اون مهمتر علاقمند اونجا جمع شدن و باهاشون در مورد مسائل اساسی بازیگری و برخی از تکنیک ها و روش هایی که بسیار کارسازن برای اینکه هنرجو استعداد خودش رو تخمین بزنه، توانایی خودش رو به دست بیاره، نقاط ضعف خودش رو بشناسه و بتونه با نقش دست و پنجه نرم بکنه. یعنی یک جور مبانی بازیگری بود در این 2 روز و صرف نظر از این که این شانس رو پیدا کردم که با 50-60 نفر انسان فعال، معصوم، علاقمند به هنر در این خطه از سرزمین اون آشنا بشم، واقعا یک جوی از فرهنگ و هنر و محبت دیدم که برای من فراموش نشده است و براشون آرزوی توفیق و تداوم و فعالیت بیشتر دارم. به خصوص اگر ببینم محصول این کلاس ها منجر شده به تولید نمایشی که برآمده از فرهنگ خودشون، مشکلات خودشون، دغدغه‌های اجتماعی و انسانی منطقه خودشون باشه و به این ترتیب اینا موفق بشن تا گامی در راه گسترش و آموزش فرهنگ نمایشی این شهر و این منطقه در واقع برداشته باشن. به همشون درود میفرستم.